دروغ شاخدار آخوند: در طول تاریخ هیچ عالم شیعه سنی نشده است. ببینید در تاریخ و حتی همین امروز، در همین امسال، در پارسال، در سال قبل، چند هزار عالم مخالف و از عام شیعه شده، هزار هاست، فقط آمارگیری نبوده، نشده. و در مقابل شما بگردید تو تاریخ، برای نمونه یک دونه به عکس پیدا نمی کنید. یعنی یک نفر عالم شیعه که از تشیع عدول کرده باشه، از امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه اول عدول کرده باشه، از امام حسن مجتبی به عنوان خلیفه دوم، از امام حسین به عنوان خلیفه سوم صلوات الله علیهم اجمعین عدول کرده باشه، پیدا نمی کنید. بله ممکنه یه مش کسایی که نمیدونن، جاهلن، چیزی بلد نیستن، از شیعه تو بعضی روستاها، تو بعضی شهرهای دور دست بیان دروغ یه چیزایی بهشون بگن، باور کن این امکان داره. اما اون تو تاریکیه، اما تو روشنی نمیشه این کار کرد، عالمو نمیشه این کارش کرد. جناب آخوند، اولا در مکتب تشیع شمار زیادی از آیات و شخصیت‌های تاریخی دسیسه‌گران و آشوبگران علیه اسلام و مسلمانانند که تنها از راه تظاهر به اسلام خواستند راهی برای تیشه زدن به پیکر اسلام و جامعه اسلامی و سمپاشی‌های سیاسی و اندیشه‌ای در میان امت اسلامی و دور ساختن تدریجی آنها از شریعت محمدی همانند پاولز در میان نصارا وارد شدند. اینها چون با اندیشه فتنه‌گری و تخریب و عدم ایمان به شریعت اسلامی وارد شده‌اند، بناهن کمتر امکان می رود که راه باطل خود را گذاشته پیرو واقعی دین اسلام گردند. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. حال آنکه با کفر وارد شده‌اند و با همان کفر بیرون می روند. ثانیاً، این ادعای شما دروغی بیش نیست، چون از میان آنها کسانی که با کج‌فهمی و اشتباه شامل این کیش شده بودند تعداد زیادی وجود دارد که بعد از آشکار شدن حق به ایشان و مطالعات عمیق در دین و کتاب و سنت راه باطل را گذاشته و به پیروی از حق و حقیقت و دین مقدس اسلام پرداختند. آری، تناقضات بیش از حد و وجود خرافات و شرکیات در مکتب تشیع که اصلاً در عقل نمی گنجد، بسیاری از علما و دانشمندان محقق شیعه را واداشته است تا از تاریکی‌های این مکتب خرافاتی به روشنی کتاب الله و سنت مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برگردند. ما در اینجا به اسامی برخی از علمای شیعه معاصر که مذهب خرافاتیشان را ودا گفتند اشاره می‌کنیم تا دروغ شاخدار این آخوند را برملا کنیم. 1. آیت الله ابوالفضل البرقعی، همدوره آقای خمینی در حوزه علمیه. 2. احمد کسروی. 3. محمد یاسری. 4. علامه اسماعیل آل اسحاق خویینی. 5. احمد کاتب. 6. حجت الاسلام مرتضی رادمهر. 7. آیت الله شریعت سنگلجی. 8. آیت الله حسین مؤید. و علمای محقق شیعه که در داخل مذهب شیعه خرافات و شرکیات این مکتب را مردود دانستند، از جمله 1. آیت الله محمد مهدی خالصی. 2. دکتر موسی موسوی.
3. آیت الله محمد حسین فضل الله. 4. علی شریعتی. علاوه بر ایشان شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی شیعه و طلبه علم وجود دارند که با دیدن و درک کردن خرافات و تناقضات این مکتب را ترک نمودند که عددشان قابل شمارش نیست. این حقیقتی است که کسی آن را نمیتواند انکار کند به جز اشخاصی مانند این آخوند که میخواهد آفتاب را با 2 انگشت پنهان کند.